یعنی یک گروهی بودن از سران کشورها تصمیم گیری کرده بودن که در سال 2022 یک ویروسی رو بدن بیرون و با فیسبوک و توییتر و صفحات مجازی و اینستاگرام و اینا دست در دست همدیگه یک حکومت نظامی تولید کنن، مخالفین رو قتل عام و کشتار کنن و وقتی این ویروس رو دادن بیرون یک غربال جهانی تولید کنن، حکم فرعونی دیکتاتوری از بالا را آغاز کنن. اما یک اتفاق نادر افتاد. اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که فیسبوک و توییتر و سران صفحات مجازی و دموکرات های آمریکا و جمهوری اسلامی و چین و انگلیس و فرانسه و آلمان همه آماده بودن که رأس تاریخ 22 یعنی 2022 ویروس رو بدن بیرون، خار مادر ملت جهان رو سرویس کنن. اما ویروس 2 سال زودتر نشت کرد. یعنی در چین اینا داشتن همه چیز رو آماده میکردن، زودتر ویروس لو رفت. دموکرات میگفتن آقا چرا اومد بیرون؟ به خدا نمیدونیم. انگلیسی گفتن آقا الان چرا اومدیم 22 باید اومدیم، هنوز آمادگی نداریم، نه پول آماده نه سیستم آماده، چی بود آماده نیست برای قتل عام جان، نه فرصت اصلا آماده نیستیم ما. ویروس لو و این بدبختا که میخواستن توسط همین ویروس غربال کنن کره زمینو فرصت پیدا نکرده. قرار بود ترامپ بره این ویروس بیاد، ترامپ بود. این برای چی اومده بره؟ انگاری یه آدمی این ویروس رو از تو چین پرت کرد بیرون. نه چین آماده بود، نه اروپا آماده بود، نه دموکرات آماده بود. بازی زودتر لو رفت.